بازی خوبتر و بهتر صورت میگیرد. خب بیاید توجه میکنیم اکنون با هیئت دسته ها یک امکانیت برای دسته روشن و یک وضعیت خطرناک در نزد دروازه روشن. دوستان عزیز مخصوموف ارسال نوبتی او و توپ بالاتر از دروازه سیرزندینов. یک امکانیت هست برای بازیگران روشن عبدالرحمن نظیمов و دروازه‌بان دسته دومی لیگ یکم مملکت دروازه رفت و برگشت برای روخت به لیگ اولی مبارزه میبرند. حال فرصت برای دسته روشن در آغاز قسم دوم بازی و دیدید که چه رو برای بازیگران پنچل از دست داد، ولی حمله دسته روشن میتواند ادامه کند. ضربه را منتظریم و چگونه فرصت رو اندری مارک مخصوموف گزارش او و پرتاب نزدیک دروازه قریب بود که توپ وارد توری دروازه شود. امکانیت ادامه حمله هست. شریدین بابایف پسی او و فرصت برای عزیزبک حییتوف اینجا حرکت میکرد. حییت توجه میکنید ارسال نوبتی و جریمه‌گوی دسته روشن. فرصت برای اجرای ضربه و باز هم ضربه کنجی. اینک سه توجه میکنیم شریدین بابایف و ضربه رو دروازه‌بان داشته میگیرد، اما از همه واریانتی درست‌تر که اونجا دست و با همین روشن اینک مراتبه هشتم در موسم امساله لیگ اولی بازی رو البته با نتیجه مساوی جنبست میکند و امسال هم اونها پنچه رو شکست داده نتوانستند در دایره بازی‌های لیگ اولی فوتبال کشور